این ماجرای ترسناک که هر لحظه با ترس و وحشت یک دختر جوان همراه است، از وقتی آغاز شد که او خواهر کوچکترش را گم کرد. خواهر نوجوان ناپدید شده بود و خواهر بزرگتر که خود را تنها سرپرست او می‌دانست، به دنبال سرنخی از خواهر گم شده‌اش می‌گشت. در این مسیر با وقایع و حقایق ترسناکی روبرو شد که مو را به تن شنونده سیخ می‌کرد. تا انتها همراه باشید، چرا که در پایان حادثه‌ای شوکه کننده شما را به وحشت خواهد انداخت. ساعت 6 بعد از ظهر روز ششم دی ماه 1375 نازنین 15 ساله از خانه خارج شد و دیگر هیچگاه باز نگشت. بر اساس تصاویر دوربین‌های مداربسته محدود در آن زمان، نازنین ساعت 6 بعد از ظهر وقتی هوا تاریک بود از خانه بیرون آمد و در حالی که هدیه‌ای در دست داشت سوار تاکسی شد. طبق گفته‌های اهالی محل و راننده تاکسی، مقصد او پارکی در جنوب شهر بود. پس از آن دیگر خبری از نازنین نبود و کسی نمی‌دانست چه بر سرش آمده است. خواهر بزرگتر مریم که تازه فهمیده بود نازنین با پسری به نام آرش آشنا شده، شماره تماس او را به پلیس داد. آرش 25 ساله ادعا کرد که در آن روز و ساعت مشغول کار در یک شرکت حمل و نقل بوده و شاهد داشت. شواهدش تایید شد و او تبرئه گردید، تا اینکه 2 روز بعد یکی از دوستان نازنین به نام مهسا به پلیس گفت که او را ساعت 6:30 همان روز دیده است. به گفته مهسا آنها آن روز برای دویدن به پارک رفته بودند. نازنین همیشه میگفت مردی مزاحم هنگام دویدن از دور او را تماشا می کند و از این رفتار بسیار می ترسیده است. با این شواهد جدید پلیس آن مرد را پیدا و دستگیر کرد و به مدت 1 هفته در بازداشت نگه داشت تا اعتراف بگیرد. در این مدت مریم تلاش می‌کرد هرچه زودتر خواهرش را پیدا کند تا اتفاق بدتری نیفتد، اما مرد بازداشت شده پس از 1 هفته اعتراف کرد که معمولاً به پارک‌ها می‌رود تا خود را ارضا کند و به یک بیماری جنسی مبتلاست. از دیدن دختران نوجوان در پارک لذت میبرد و با آنها رویاپردازی جنسی می کند. حالا نقاط کور زیادی در پرونده وجود داشت تا اینکه مریم به اداره آگاهی رفت و ادعا کرد ناپدید شدن خواهرش کار آرش است. او برای حرفهایش مدرکی هم داشت، دستبند دستسازی که نازنین خودش برای آرش بافته بود و حتی آن را به مریم نشان داده بود. طبق گفته مریم، نازنین قرار بود آن روز این دستبند را به دوست پسرش هدیه بدهد، اما آرش آدرس مغازه‌ای را داد که در آنجا مشابه آن دستبند زیاد بود و ادعا کرد که دستبند را از آنجا خریده است. فروشنده نیز حرفهای آرش را تایید کرد. این بار آرش در بازجویی گفت حرفهای مریم دروغ است و او خودش بلایی سر خواهر کوچکترش آورده، چون از رابطه آن دو آگاه بوده و مخالفش بوده است. به همین دلیل مریم نیز بازداشت شد و پس از 2 روز آزاد شد. حالا تقریباً 1 ماه از ناپدید شدن نازنین می‌گذشت و هیچ شاهدی مبنی بر سرنوشت او وجود نداشت. مریم تنها و تنها حالا دیگر آرزو می‌کرد خواهرش مرده باشد، نه اینکه جایی زجر بکشد. فکرش 1000 جا می‌رفت. آیا در حال عذاب کشیدن است؟ نکند کسی او را دزدیده و به زور به او تجاوز می‌کند؟ این افکار ذهنش را پاره می‌کرد. فیلم‌های تولد و تعطیلات تابستانی خودش و نازنین و پدر و مادرشان که پیش از تصادف مرده بودند را نگاه می‌کرد و زار زار گریه می‌کرد. یک لحظه به عکس‌های نازنین روی دیوار پذیرایی خیره شد. با خودش گفت چطور نفهمیدم چشماش چقدر شبیه مادره. حالا دیگر نمی‌توانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد. صبح روز بعد از محل کارش در شرکت مرخصی گرفت و مصمم شد شک خود به آرش را به یقین تبدیل کند. مطمئن بود هرچه هست زیر سر آرش است و اگر هم نیست باید مطمئن شود.
پس عزمش را جزم کرد تا آرش را تعقیب کند. با اطلاعاتی که وکیل پرونده از آرش به دست آورده بود، به شرکت و حمل و نقل رفت و منتظر ماند تا او به خانه برگردد. ساعت 8 شب آرش برگشت و مریم تمام آن مدت گرسنه و تشنه در ماشینش منتظر بود. آرش سوار کامیونش شد و به سمت خانه ویلایی قدیمیش در پایین شهر رفت. انگار هیچ چیز مشکوکی نبود، اما مریم باید به هر طریقی وارد خانه آرش می شد. پس به خانه برگشت و صبح مستقیم به محل کار آرش رفت. وقتی او را آنجا دید، فرصت را مناسب یافت تا به خانه‌اش برود. به سرعت، انگار که اطمینان داشت آرش خواهرش را پنهان کرده، به سمت خانه او راند و خود را مقابل درب خانه او رساند. وقتی کسی را در کوچه ندید، از روی دیوار نسبتاً کوتاه پرید داخل و به سمت ورودی ساختمان رفت. با کمال تعجب درب خانه باز بود. در آن خانه قدیمی رنگ رو رفته اصلاً به نظر نمی رسید چیزی برای دزدیدن باشد. داخل خانه 2 اتاق، یک پذیرایی، آشپزخانه و حمام بود. بوی زباله و گوشت گندیده همه جا را پر کرده بود. به آشپزخانه رفت. زباله ها همه جا تلمبار شده بود و کثیفی بیداد می کرد. همه گوش و کنار خانه را گشت، اما اثری از خواهرش نیافت. حتی به دنبال مدرک کوچکی می گشت تا جرم آرش را ثابت کند، اما باز هم ناامید شد. قبل از اینکه دیر شود از خانه خارج شد. مستقیم به خانه برگشت و نمیدانست چه کند. در همین افکار بود که از خستگی زیاد روی مبل خوابش برد. بعد از ظهر ساندویچی از مغازه خرید و مثل دیوانه ها دوباره به تعقیب آرش رفت. با اینکه حالا مطمئن شده بود آرش پسر بدبخت بیگناهی است، اما انگار چیزی درونش او را به سمت آرش می‌کشید. با اینکه دیگر مطمئن بود آرش بیگناه است، اما بی هدف او را تا خانه تعقیب کرد. باز هم آرش خسته و کوفته با یک شانه تخم مرغ به خانه رفت. مریم پشت فرمان نشست و سرش را روی آن تکیه داد. از خودش پرسید: پس نازنین کجاست؟ کی اونو دزدیده؟ چطور پیداش کنم وقتی هیچ مدرکی ندارم؟ خدایا خودت راهو به من نشون بده تا بتونم خواهرمو نجات بدم. ناگهان صدای روشن شدن ماشین آرش بلند شد. مریم با تعجب نگاه کرد که چرا باید ساعت 1 بامداد از خانه بیرون بیاید. آرش سوار ماشینش شد و به حومه شهر رفت. مریم می‌دانست رانندگی با چراغ خاموش خطرناک است، اما برای پنهان بودن مجبور بود این کار را بکند. آرش جلوی خانه‌ای بزرگ و قدیمی در میان زاغه‌های متروک توقف کرد. آنجا آنقدر وحشت آور بود که پاهای مریم سست شد و قصد کرد محل را ترک کند و به پلیس خبر دهد. اما با خودش گفت شاید باز هم چیزی نباشد و پلیس حرفم را باور نکند و او فرصت از بین بردن مدارک را پیدا کند. باز هم تردیدش به یقین تبدیل شده بود. میدانست هرچه هست در همین خانه است. از روی دیوار داخل محوطه خاکی حیاط را نگاه کرد. آرش کلیدی را از زیر یک آجر برداشت، در را باز کرد و داخل رفت. مریم با خودش مدام حرف میزد. من نمیترسم، باید به خواهرم برسم. من خودم از پسش برمیام، ولی ای کاش کسی میدونست من اینجام. هیچ وقت نمیدونستم اینقدر شجاعم. من یه هدف دارم، نجات جون خواهر کوچولوم از دست این حیوان. لحظاتی بعد صدای باز شدن در بلند شد. قلب مریم تون تون میزد. سریع سوار ماشین شد و از دور او را تماشا کرد. آرش برای سگ‌های ولگرد غذا آورده بود و آنها با سرعت مشغول خوردن بودند و با هم دعوا می‌کردند. مریم از آن مکان دور شد و به خانه برگشت. روز بعد باز هم مریم سوار ماشین شد و به محل کار آرش رفت. آرش آنجا حاضر بود. مریم با سرعت سوار ماشینش شد و به سمت آن خانه رفت.
از روی دیوار پرید توی حیاط. کلید را از زیر آجر برداشت، در را باز کرد و داخل رفت. در بد به ورود یک پذیرایی کوچک بود با یک موکت و یک دست مبل نو. دور تا دور آن اتاقهایی بود، اما همه قفل بودند. از آنجا که آرش عادت داشت کلیدها را جای قایم کند، زیر فرش و مبلها را گشت، اما اثری از کلید نبود. گریه‌اش گرفته بود. پشت درها یکی یکی ایستاد و آهسته صدا زد: نازنین، آبجی، منم مریم، تو اونجایی؟ اگه هستی یه صدایی بده، یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. اما صدایی شنیده نشد. سریع دوباره شروع به گشتن کرد. فقط مبل‌ها در اتاق بودند که شاید کلیدها آنجا باشد. با اینکه اول صبح بود، مریم از ترس می‌لرزید که مبادا آرش او را ببیند. پس دستش را داخل یکی از مبل‌ها کرد و ناگهان جسم تیزی دستش را برید. دستش را بیرون کشید. یک دسته کلید چاقوی کوچک به اندازه یک دسته کلید معمولی با یک کلید آویزان. در یکی از اتاقها را باز کرد. اتاق پر از خون بود و بوی تعفن شدیدی بلند شد. مریم سرگیجه گرفت و دستهایش لرزید. ناگهان صدایی شنید. کلید را سر جایش گذاشت و نمیدانست کجا قایم شود. صدای قدم‌های آرش هر لحظه نزدیکتر می‌شد. چرا برگشته بود؟ مریم خود را در تاریکی داخل یکی از کمدهای بزرگ که پر از لباس بود جا داد. آرش وارد خانه شد. حالا مریم قدم به جایی گذاشته بود که راه برگشتی نداشت. دهانش را با دستش محکم گرفته بود و فکر می‌کرد: چرا امروز برگشته؟ ناگهان متوجه اشتباهش شد. امروز جمعه بود و حتما آرش کار زیادی نداشته و زودتر برگشته است. بوی تعفن حال مریم را بیشتر به هم میزد. مجبور شد پارچه‌ای از داخل کمد بردارد و دهانش را ببندد. ناگهان نوری داخل کمد تابید. برق اتاق روشن شد. یک چشم باز روبروی چشمان مریم قرار داشت و به او خیره شده بود. او یک دختر بود، اما داخل یک کیسه پلاستیکی شفاف. او مرده بود. مریم دهانش را محکم گرفته بود و با دیدن آن جسد فقط گریه می کرد. او نازنین نبود. دختر نوجوان دیگری بود. پس از چند دقیقه آرش پلاستیک را از کمد بیرون کشید. جسد را روی تخت گذاشت و به او تجاوز کرد. از شدت لذت فریاد می کشید و مدام لب و دهان دختر را می بوسید و حرفهای محبت آمیز می زد. مریم چشمهایش را بسته بود و نگاه نمی کرد. تمام بدنش از ترس می لرزید. حس می کرد هر لحظه آرش بوی ترس او را حس کند و به سمتش بیاید. آرش جسد را تکه تکه کرد، گوشتها را آویزان کرد و باقی مانده ها را داخل پلاستیک ریخت تا به سگها بدهد. انگار روح از بدن مریم پریده بود. بیهوش شد. وقتی آرش کارش تمام شد، همه چیز را بسته‌بندی کرد و از خانه خارج شد. محوطه و خونها را شست و نمک روی زمین پاشید. مدام اسپری مخصوصی در هوا می‌پاشید که بوی تند و زننده‌ای داشت، اما انگار بوی تعفن را کم می‌کرد. آرش از آنجا رفت. کلید روی در مانده بود. مریم با پاهای لرزان از کمد بیرون آمد. تمام درهای اتاق را گشت. در یکی از اتاقها اسکلت‌های زیادی وجود داشت. داخل اتاقهای دیگر لباسهای دخترانه آویزان بودند، اما لباس خواهرش نبود. فقط در یک صندوقچه دستبند دستساز نازنین را پیدا کرد. پس قطعاً خواهرش آنجا بود. اما کجا؟ با خودش گفت اگر او را کشته باشد باید لباسهایش اینجا باشد. پس هنوز جای امیدی است. همه درها باز شده بودند جز یک در که کلیدش نبود. یادش افتاد کلیدی دور گردن آرش آویزان بود. حتما همان کلید است. چیزی آن اطراف نبود جز چند چاقو که آن هم کلید کوچکی داشتند. پشت در
به دستگیر آویزان شد و گفت نازنین تو اونجایی؟ جان آبجی یه حرفی بزن. من 10 سال پیر شدم. باز هم آرش برگشت، اما این بار با غذایی از رستوران. در همان اتاق عجیب را با کلید باز کرد و دوباره قفلش کرد و داخل رفت. صدای کتک خوردن می آمد و مریم هر لحظه می مرد و زنده می شد، اما صدایی از شخص دوم در اتاق شنیده نمی شد. بعد آرش از اتاق بیرون آمد در حالی که لباسی بر تن نداشت. وارد حمام شد و کلید را از گردنش درآورد و به دستگیره در آویزان کرد، اما کلید پایین افتاد و آرش کلید را فراموش کرد و بعد از حمام لباسهایش را پوشید و از خانه خارج شد. مریم که از خدا به خاطر این لطفش تشکر می کرد، با رفتن آرش با دستانی لرزان در اتاق را باز کرد. فقط یک صندوقچه قدیمی بزرگ وسط اتاق بود. در حالی که گریه می کرد صندوقچه را باز کرد. نازنین آنجا بود. یک هدفون صداگیر روی گوشش بود و دهانش با پارچه خونی بسته شده بود. تمام سلول‌های بدن مریم با دیدن نازنین در این وضعیت می‌گریست، اما انگار چیزی از درون به او می‌گفت قوی باش. دست و پای نازنین را باز کرد. نازنین هیچ واکنشی نشان نمیداد. فقط اشک از چشمانش جاری بود. انگار منگ و دیوانه شده بود. مریم گفت چرا حرف نمیزنی؟ چرا هیچی نمیگی آبجی؟ دهان خونی نازنین را باز کرد و دید زبانش بریده شده است. با دیدن این صحنه روی زمین افتاد، اما بعد برای نجات جان خواهرش که حداقل زنده بود نیروی تازه‌ای گرفت. باز هم صدای کلید داخل قفل به گوش رسید. آرش برگشته بود. مریم مشکوک شد. چرا آرش مدام می رود و بر می گردد؟ شاید به چیزی مشکوک شده. پس خواهرش را توی کمد قایم کرد و خودش هم منتظر ماند. منتظر بود آرش به خانه بیاید و وقتی در قفل است همراه نازنین فرار کند. دست کلید چاقو را از داخل مبل برداشت تا از خودش محافظت کند. آرش کلید را از گردنش درآورد و خواست در را باز کند، اما کلید کار نمی کرد. پوزخندی زد و گفت خیلی باهوشی، پس بالاخره دست به کار شدی. تا حالا کسی از اینجا زنده بیرون نرفته. اگر الان بیای بیرون با خواهرت میتونید برید، من کاریتون ندارم، ولی اگر خودم پیداتون کنم. صدایش را کشید و ادامه داد فکر نمی کردم تا امروز دووم بیاری. فکر می کردم زودتر خودتو نشون میدی. این تعقیب و گریزا، اومدن و قایم شدن توی خونه من، جای پاهات روی نمک، خونه دستت روی مبل، ماشین پارک شدت در 200 متری اینجا. فکر کردی که این کلیدا رو خودت راحت گیر آوردی؟ به نظرت تو عروسک بعدی من برای بازی نیستی؟ خودم مسیر رو بهت نشون دادم که تا اینجا بیای. ناگهان مریم دست نازنین را گرفت و از اتاق فرار کردند و در را از بیرون قفل کردند. آرش با اره برقی در را شکست و بیرون آمد. هنوز از خانه خارج نشده بودند که نازنین دست مریم را رها کرد و به سمت آرش دوید. آرش با خنده گفت تو انقدر براش خوب نبودی که بیاد پیش تو. اشک از چشمان نازنین جاری شد. مریم روی خاک افتاد و گریه کرد. چرا این کارو کردی آبجی؟ نازنین سر تکان داد و با دست به او گفت از اینجا برو. اما آرش نازنین را وحشیانه به داخل برد. مریم به دنبال آنها دوید. با گریه گفت بذار من اینجا باشم، اون بره. اون زبون نداره، نمیتونه چیزی به کسی بگه. مریم جلوی آرش زانو زده بود و با عصبانیت گفت تو یه آدم روانی هستی که پدرت تو رو شبونه اجاره میداده به دوستاش. روانی بدبخت، هیچکی تو رو نمیخواسته. آرش لبخند تلخی زد و با نگاهی به نازنین گفت خوبه؟
نمیدونستم نازنین همین حرفایی که من بهش گفتم و به تو هم میگه. ولی فایدهش چیه؟ هر چقدرم که باش صمیمی بودی انتخابش من بودم و تو رو رها کرد. این تویی که هیچکی تو رو نمیخواد. آرش اره برقی را بلند کرد. ناگهان خون از سینه‌اش فواره زد و روی زمین افتاد. نازنین با چاقوی بزرگی او را کشته بود. خون سر و صورت نازنین را پوشانده بود. به گوشه اتاق رفت، نشست و زانوهایش را بغل کرد و به گوشه خیره ماند. مریم خواهرش را در آغوش گرفت و با خودش برد. نازنین قتل آرش را گردن گرفت و پس از 5 سال زندانی به دنبال خواهرش نازنین رفت و او را از آسایشگاه به خانه آورد. وقتی به خانه رسیدند کسی با سنگی به شیشه‌شان زد. به سنگ همان دستبندی وصل بود که نازنین روزی به آرش هدیه داده بود. اگر در این داستان با مریم که مانند یک مادر و پدر واقعی تنهایی از خواهر کوچکترش دفاع کرد همدردی می‌کنی، پس تو هم اسم عزیزت را که مثل مریم از او محافظت خواهی کرد در کامنت ها به ما بگو. اگر به چنین داستان‌هایی که برگرفته از واقعیت هست علاقمند هستی، برای حمایت از کانال لطفاً لایک و سابسکرایب کن و دکمه زنگوله را فشار بده تا داستان‌های بیشتری از این کانال بشنوی.